سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. به شما برای کار. السلام علیکم دوستان عزیز، روزتون بخیر. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز خوش خبری خیلی خوب داریم. امروز دوشنبه 13 اکتبر 10 ماهگی $100 برابر به 926 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر به 1071 سومن و 50 دیرم. دوستان عزیز، از همه شما خواهش با کانال ما مهمان شدید، پادکست کنید و ویدیوهای ما لایک کنید و فکری خود را در کامنتاری نویسید. خداوند از شما راضی باشد. و میگذاریم با کورس روبل 1000 روبل روسی با کورس امروزی به 118 سومن و 40 دیرم نشان داد از بانک ملی جمهوری تاجیکستان می باشد. و اینچنین دوستان عزیز، کسایی که در خطای کار فعالیت دارید، 100 یوان برابر است با 130 سومن و 33 دیرم. و اینچنین کسایی که در جمهوری قزاقستان کار فعالیت دارید، با خواهش بعضی از برادران در مسئله 10,000 تنگه، یعنی که 10,000 تنگه پول قزاقستان برابر شد با 172 سومن و 00 دیرم. این بود خبر امروزه برای شما دوستان. خب انتظار نوارهای نو باشید.